نوای نی. بشناز نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. خزنه‌ستان تا مرا مبریدم از نفیرم مرد و زن نالیدم از نفیرم مرد و زن نالیدم. شاعران هر ملت با دریافت از ویژگی‌های زمان که نتایج ملموس و محسوس پاکی‌ها و پلیدی‌های دامنگیر بشری است، در صورتی که تعهد انسانی و امانت الهی را فراموش نکرده باشند، صدیق‌ترین و امین‌ترین پیشوایان اخلاقی جامعه خویش به حساب می‌آیند و بدین لحاظ هم هست که ابزار ظلمت و تباهی با چنین متفکرانی که منبع نور را نمایانگرند به جدالی مداوم برمیخیزند. در چنین حالتی است که اشارات و کنایات دقیق در کلمات و معانی الفاظ شاعران آگاه تبلوری عمیق پیدا می کند و امواج اندیشه های انسان ساز این گروه را در دروازه جاودانگی مکان می بخشد. مولانا جلال الدین محمد در اوج این امواج در بستر ابدیت آرمیده است. این عارف ربانی که سرحلقه شوریده حالان زمان هاست، دقایق خلق و خوی متناقض بشری را پایه و اساس کلام قرار داده و مبنای گفتار انقلابی خود را از عناصر جوهری و طبیعت ملموس گرفته و حلقه حلقه رشته های اندیشه را به سوی حقیقت محسوس می کشاند. اثبات حقایق بر پایه وقایع اگرچه گاهی ناصحیح است، ولی تا حدودی منطقی و ضروری است. علتهای طبیعی و مورد وقوع پیوسته با آنکه مشهود و غیر قابل انکارند، بسیاری اوقات در مقابل حقیقت قرار گرفته و بطلان خود را اعلام می‌دارند. یک انسان آگاه، آن هم انسانی در مرتبه فهم فکری شاعری اندیشمند و عارف و هوشمند چون مولای روم، واقعیت‌ها را تا آنجا که در سایه حقیقت قرار داشته باشند می‌پذیرد. در غیر این صورت اشارات صوری و حضور ظاهری این پدیده‌های واقعی را تصاویر فریبنده‌ای می‌دانند که بر دیوار حقیقت معکوس آویخته شده باشد. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخر آن را جنس دان. ور ز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که ماننده است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر.
تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوی آب. در این پایگاه ابتدایی حرکت اندیشه از واقعیت به سوی حقیقت، موضوع جهاد نفس جان می‌گیرد و انسان مجاهد با طلب در شناختها راهی دروازه معرفت می‌شود و با دیداری قاطع و بی اندازه کوتاه در جلوه‌های حقیقت، واقعیت‌ها را پرید رنگ و جوهر باخته در پشت حلقه‌های دوری از ابهام به حال فرو ریختن می‌بیند. در این مرحله از تکامل فضیلت است که نفس واقع بین و سوری نگر جای خود را به روح حقیقت شناس و باطنیاب واگذار می‌کند و انسان مجاهد از مقام انس حیوانی به مرتبه ربوبیت آدمی پرواز کرده و عروج به سوی کمال شروع می‌شود. شرط اساسی قدم نهادن در این سفر جدایی مطلق از قیود ظاهری و واقعیت‌های تعلق بار است که با پیوند به فطرت امکان پذیر است. من هلاک فعل و قول مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. نفس هر دم از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. مولانا چنین انسان تکامل یافته و به سوی آدمیت شتافته ای را مسلح به سلاحی عجیب می سازد. سلاحی که ماده گرایان کمترین شناختی از او ندارند. سلاحی که هرگز فرسودنی نیست و هیچگاه از دست انسان به نبرد برخاسته به زمین نمی افتد. سلاحی که در برندگی و کوبندگی و رزمندگی دیداری لحظه به لحظه با دروازه های ظفر دارد و این سلاح ساخته شده به دست ایمان را توکل گویند. در اینجا به خاطر آنکه حکومت کلمات تفکیک شوند، ناچار به دو نوع توکل اشاره می‌کنیم: توکل حقیقی و توکل ابزاری. در معنای اول توکل بر خویش، توکل بر اصالت و فطرت، توکل بر خدایی خود و حقیقت درونی که سیلوار از چشمه ازلیت جوشیده و به دریای ابدیت می‌ریزد. در معنای دوم که توکل ابزاری است، جنبه ظاهری توکل نمودار است. در این مرحله فطرت و ذات و شخصیت و حقیقت وجودی انسان جای خود را به تعلقات، تشریفات، امکانات و امتیازات می‌بخشد و این انسان در این وابستگی ها متکی شده و توکلی ظاهری به خود می‌گیرد. در توکل راستین چنین فرماید: گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. پس بدان که کسب ها از ضعف هاست، در توکل تکیه بر غیری خطاست.
پس بدان که کس ها از ضعف هاست در توکل تکه بر غیری خسارت. در اینجا با اشاره به کسب توکل که با فطرت پیوندی ندارد به دلیل ضعف‌ها و تکیه داشتن بر غیر خطا شناخته می شود و مولانا اضافه می فرماید حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداشت خون آشام بود. در ببست و دشمنان در خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. 100,000 طفل کشتن کینه کش، وان که او می جست اندر خانه‌اش. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. آنکه او از آسمان باران دهد، هم تواند کو به رحمت نان دهد. در این گفتگو شاعر آگاه و فیلسوف بزرگ بشری داستان را از زبان شیر با نخجیران ادامه می‌دهد و در بحث جهد و کوشش با ظرافتی که خاص زبان اوست پیش می‌رود تا معنای توکل حقیقی را از توکل ابزاری که عصای تنبلی است جدا کرده باشد. گفت شیراری ولی رب العباد، نردبانی پیش پای ما نهاد. پای رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا حرف خام. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. پس اشارتهاش اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. قابل امر وی قابل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. سعی شکر نعمت قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن
از اشارت هاش اسرار دهد بار بردارد ز تو آرد دهد حاملی محمول گرداند تو را حاملی مقبول گرداند تو را قابل امر وی قابل شوی قابل امر وی قابل شوی وصل جویی بعد از شکر نعمت قدرت بود جبر تو انکار آن نعمت بود شکر نعمت افزون کند تو نعمت از کفت بیرون کند تو نعمت از کفت بیرون کند پیچش اندیشه عارف در این مرحله که به مسئله جبر و اختیار میرسد حرکتی سریع به سوی نقطه روشن حقیقت پیدا می کند تا مرحله توکل به ذات و فطرت را از مسئله اتکاء به غیر کاملا جدا کرده باشد. در این معنا اتکاء به غیر و تسلیم بدون حرکت جبر است و در جبر که همه چیز را پیش ساخته و حاکم بدانی حرکتها در بی اختیاری سکونی ملالانگیز به بار می آورد که نتیجه نهایی یک جا ماندن و گندیدن است. جبر تو خفتن بود در ره مخست تا نبینی آن در و درگه مخست. آن مخست ای جبری بی اختیار
جز به زیر آن درخت میوه دار. تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، بر سر خفته بریزد نقل و زاد. جبر خفتن در میان رهزنان، مرغ بی هنگام کی یابد امان. اینقدر عقلی که داری گم شود، سر که عقل از وی بپرد دم شود. گر توکل می کنی در کار کن، کسب کن پس تکیه بر جبار کن. عارف مجاهد که به پهنایی تاریخ عظمت اندیشه و شناخت فلسفی خود را گسترانیده، با هر حکایت و هر کنایت در تصفیه روح انسانی جهاد می کند و هر تمثیل قصه ای را بهانه‌ای برای ادامه مباحث انسان ساز خویش می گرداند. گاهی از زبان حیوانات، وقتی در سلوک و مراقبه دراویش، زمانی در حکومت امرا و هنگامی در مجالست و معانست های بشری. میگوید و میگوید و میگوید و جایی که گفتن را برای کشف مراتب حقیقت به منظور آگاهی و تربیت نسل ها کافی نمی‌ماند. شرح این هجران و این خون جگر را به وقت دیگر می‌گذارد تا انسان جدا شده از فطرت را با نفسی گرمتر به بستر اصلی بازگرداند. رسالت انسانی و توجه به تعهد و تکالیف آگاهانه، مراد و مرشد دستفشان و پاکوبان قونیه را گاهی چنان در حالت تمرکز و تفکر فرو میبرد که صدای خاموش نی را در نیستان فطرت در تمام تار و پود وجودش احساس می کند. جهد و جهاد معلم شیرین زبان عرفان اسلامی این سرزمین با معماری ستونهای جاودانه فهم بشری ویران کننده تمامی تاریخی است که در شرح و بسط آز و نیاز جهانخواران به مسند رسیده سرفکندگی های روسیاهان تبهکار را ترسیم می سازد. شاعران آگاه و آشنا با عرفان عمیق شرق که سهم عمده آن در اختیار شعائر اسلامی است، همیشه و همیشه در صف اول این مجاهدات و مبارزات با فساد و تباهی و منیت ها قرار داشتند و آنان که از این مکتب انسانی بی بهره اند نازنانی آن چنانی اند که ای کاش به جای قلم ساطور سلاخان در دست داشتند که لااقل با نفسهای مسموم فضای ادبیات ما را نمی آلودند. به امید شناسایی هرچه بیشتر این شاعران دل سوخته و به پا خواسته و جهاد کرده و در گورستان جباران شهید شده که در این برنامه بگوییم و بشنویم و بشناسانیم و گرامی بداریم. سعی ابرار و جهاد مؤمنان تا بدین ساعت ز آغاز جهان، حق تعالی جهدشان را راست کرد آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نفسهاشان جمله افسونی گرفت. جهد می کن تا توانی ای کیا در طریق انبیا و اولیا. کافرم من گر زیان کرده است کس، در ره ایمان و طاعت یک نفس.
سر شکسته نیست، این را سر مبند. یک دو روزی جهد کن، باقی بخند. بد مجالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبی بجست. این جهان زندان ما زندانیان، خفه کن زندان خود را وارهان. چیست دنیا از خدا غافل شدن، فی قماش و نقره و فرزند و زن. مال را کز بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح گفتان رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. کسب کن سعی نما و جهد کن، تا بدانی سر علم من لدن. گرچه جمله این جهان بر جهد شد، جهد کی در کام جاهل شهد شد. جهد حق است و دوا حق است و درد، منکرم در نفی جهدش جهد کرد. با امید و جهد بر این که به زندگی انسانهای به حقیقت رسیده برسید. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام باد. علی نگهدارتان. شرح این